میشم انشالله به لطف خدا حضرت آقا تا یه رو 20 دقیقه دیگه خدمت میرسیم. بله خیلی خوشحال شدیم. خواهش می‌کنم. مرا شرمنده کردی. نه چرا آقا میخواد بیاد اینجا. خدا اینجا لایلیاقت رو میشه از ما. خوش آمدی. خوش آمدی. خوبی؟ خوش آمدی. خوش آمدی. رهبر دری. درود بر شما. درود بر ایرانیان. درود بر همه ملت ایران. در دل شما آرامش و خوشنودی و شادی رو انشالله همیشه ناظر در سایه شما. انشالله فرزندتون رو با اولیاءش محشور کنید. خدا من انشالله که شما صبر بده عجب. آقایون حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما حالتون خوبه خانم؟ خوبم. الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه این کوچیک کربه کوچیک پر شده. خدا انشالله حفظت. من خیلی خوشحال شدم آقا که شما تشریف آوردین خونه ای من. الحمدلله. چند سال من مشتاق بودم که شما بیایید. به همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست مگه من مسلمان هست. این رهبر برای همه است. میخواستم ببینمش. خوب کردی. پس امشب شب عید. بله شب عید. چه شبی آمدین رهبر خونه ای من. من کوچیکتم. من کوچیکتر از اونم که شما تشریف بیایید خونه من. مسلمان مسیحی هممون یکی هستیم ما. ایرانی هستیم ما. ماشاءالله. خیلی کیک خوشمزه ایه. شما نمیخورید؟ بفهمید. میوه‌ام باید بخورین. از این آجیلا باید بخورین. عید آمدین منزل شهید روبرت لازم. فقط پاشم خونم کوچیکه دیگه. چیکار کنم؟ دلتون بزرگ باشه. وقتی دل انسان بزرگ بود، وقتی انسان هدف داشت با اون هدف همراه بود، همه جا براش بسته. هر کجا تو با منی من خوشدلم، هر بود در کنج چاهی منزلم. ببخشید آقای احمدی نژاد تشریف آورده بودن خونه ما، همینجوری نشسته بودیم. از من خواستن، به من گفتن شما چی میخوای؟ بگو هر چی دلت میخواد. گفتم فقط سلامتی رهبر. خدا شاهده. به جان بچه‌ام. گفتم فقط سلامتی رهبر. همین که شما تشریف آوردین اینجا برای ما یه دنیا ارزش داره. یک دنیا. الحمدلله. اجازه فرمودید؟ به سلام. خدا حافظ شما.